به نام خدا. سلام بر شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی و گرامی. خوش آمدید به برنامه ورزش با امان الله قیصری. این هفته می‌خوایم در رابطه با فوتبال صحبت کنیم و متمرکز خواهیم بود روی این رشته ورزشی. با یکی از بازیکنان خوب فوتبال افغانستان گفتگو خواهیم کرد. بازیکنی که در یک دهه گذشته، بیش از یک دهه گذشته، نزدیک به 2 دهه نامی بوده که همیشه تیتر خبرهای ورزشی بوده در کشور و روزهای تلخ، روزهای شیرین و افتخارات زیادی را با او تجربه کردیم و لحظات خوبی با او داشتیم و اینکه همراه باشید با ما این گفتگو رو تماشا کنید. امیدوار هستم که لذت هم ببرید، استفاده هم بکنید. اما این هفته مراسم ازدواج راشد خان در کابل برگزار شد با حضور پرشور هواداران و طرفدارانش و استقبال بی‌نظیری شد از مراسم ازدواج راشد خان. تبریک باشه برش، انشاءالله که خوشبخت باشه. ورزشکاری که همیشه در میادین ملی و بین المللی عملکرد فوق‌العاده قابل قبولی داشته، درخشیده برای ورزش افغانستان و موفق شده که افتخارات زیادی را هم کسب کنه. ورزشکار موفق کرکت کشور. با ما همراه باشید. شما بیننده برنامه ورزش با امان الله قیصری هستید. خوش آمدید. همچنان شما بیننده برنامه ورزش با امان الله قیصری هستید. می‌خوایم با یکی از ستاره‌های فوتبال افغانستان صحبت کنیم. بازیکنی که در بیش از یک دهه گذشته، نزدیک به 2 دهه شد که در سطح اول فوتبال ملی حضور داره. روزهای تلخ، روزهای شیرین رو تجربه کرده. حضور او در ترکیب تیم ملی فوتبال با فراز و نشیب هم همراه بوده. در مسابقات مختلف تورنمنت‌های بین المللی و جهانی بازوبند تیم ملی فوتبال افغانستان رو بر بازو بسته و از بازیکنان ناماشنای فوتبال افغانستان هست. اسلام الدین امیری مهمان ما هست. امیری صاحب سلام، وقتت بخیر، خوش آمدید. سلام قیصری صاحب، تشکر، زنده باشید. اول خود سلام خدا به شما و همه بینندگانتان تقدیم میکنم و امیدوار که همه‌تان جور صحت سلامت باشین. بازم تشکر یکی ما در برنامه داشتین و بسیار دیر شده بود گپ نزده بودم، ندیده بودم و نمیفهمیدم کجا هستین. امروز در ما پیدا کردیم یک دیگه. خدا دیگه امید که جور صحت سلامت باش قیصری صاحب. سلامت باشی همچنین و سپاس از خودت که این دعوت را پذیرفتی. یک سوالی که ذهن هواداران رو درگیر کرده، خداحافظی کردی یا نکردی امیری صاحب؟ حالا قیصری صاحب اول اپریل هم نبود که کمی مزاق میکنم را کلگی مگم ما همی در کلم در مکل فکر همی چی بود که در یک مدت خوب شروع کنم و میخوایم در یک مدت خوب خلاص کنم و خصوصا مسابقه اینده که بردیم امو در فکر این بود که اوکی شاید همی یک خوب وقت باشه و خوب چانس باشه که ما خداحافظی کنم. مگم سلسله گبایی بود که خصوصا همی فعلا تیم ملی در ما ضرورت داشت و وقتی که پس رفتیم در مسابقه قطر و کویت که متاسفانه در مسابقه کویت نتونستم بازی کردم از خاطری که 2 کارته بودم. در مسابقه قطر بازی کردم. امو ترینری که از ما خواهش کرد یا بازیکنایی که بود و اوت یک نفر جایگزین که بوگهی شاید نمیالی نبوده باشه یا شاید بیایه و روزی که بیایم ما 100% خودم اول نفر میخوایم که پاشم و ای که تا فعلا راستیش بگوی بعد از اینکه یکان دفعه دمی میگه که یکم ایموشنال است، یکم یک فکر میکنیم اگه ما فکر کرده بودم نخیر نه تا فعلا هستم بازی میکنم تا توانش دارم و روزی که بخیر بتانم که بگویم امروز روز آخر است 100% خودم یک پرس کنفرانس میگیرم و کلتانه میخوایم میدیا باشه و خداحافظی میکنم 100%. بسیار خوب. این از سوالی که بر صورت سوال خیلی ها بود و اینکه شما از بازیکنان سطح اول فوتبال ما بودی و همیشه یک طرف اتفاقات مهم فوتبال ملی افغانستان. چه زمانی فوتبال شروع کردی آقای امیری؟ قیصری صاحب ما اگر بگویی خو بسیار از خورترکی دیگه
فوتبال شروع کرده بودم، بسیار خرد بودم تقریبا. بعد چی فوتبال را انتخاب کردی؟ فوتبال از من بیادرهایمشان بازی میکرد، فوتبال میکرد. همین شوق علاقه که داشتیم همراهشان هر روز برو فوتبالشان بی و اساس بازی کو. راستی هم شوق کلانی که زیاد در شوق آمدم که و همون چانس ما خوش نصیب بودیم که همون چانس ما برابر شدم 2005 وقتی که آمدم در افغانستان. پس همراه فامیل در فکر مسابقه زونا بود که مسابقه زونا بود که و پیش از مسابقه زونا لیگ برتر شده بود که یک مسابقه همراه تیم شما ما بازی کردم. و وقت بعد از در فکر من در وقت کلاوس بود که ترنر تیم ملی بود، نو تیم ملی رو بخواد جور کنه. از اون پیش ما تیم ملی در فکر نداشتیم. مسابقه را که دید باز ما را در کابل بی دعوت کرد. بعد از اون 2005 بعد دیگه فرصت سعی نکردیم دیگه، تو پیش رفتیم. اونمو بود که هر روز و هر ساعت و هر هفته و هر ماه و هر سال همو دمی چی رقم بگیم تشویق شده رفتیم و یعنی چشم پود کردیم. 20 سال ته شد. سالهای تلخ هم داشتی، مسابقات تلخی هم بوده و لحظات جذاب، لحظات به یاد ماندنی و لحظات غرورانگیز و لحظاتی که لذت بردی هم کم نبوده. کدام مسابقه برات بیشتر از سایر مسابقات جذاب بوده و چه افتخاری را همیشه در ذهنت هست و با خودت مرور میکنی؟ قیصری صاحب شاید همیشه تنها من نخیر شاید زیافی مردم های دیگه همیگه بده همیشه مسابقه اول مهمترین و خوبترین و همیشه در یاد موندنی است که هیچ فراموش نمیتونی کرده. مسابقه اول و اگر اوورال پرسان کنی مشکلات گفته خودت مسابقه ملی را میگی؟ مسابقه ملی اول بله. با کی بود؟ با چه تیمی بود؟ مسابقه اول امرای در 2005 ما یک تورنمنت بود در تاجیکستان که یک تیم به نام امباسادور آمده بود، تیم افغانستان بود و دو تیم دیگه بود که ما یک مسابقه اول خود 5 دقیقه در مقابل امباسادور بازی. و اگر رسمی بگوی مسابقه اول امرای پاکستان بود در صفکب 2005 در کراچی پاکستان که در آفتابی ما بازی کردم و اولین استارت بازی اولین دفعه که ما بازی کردم در مقابل سریلانکا بود در مسافکب در 2005 در کراچی پاکستان که اولین استارت بود و از امو به بعد دیگه شروع شد دیگه. اولین مسابقه ما در اونجا بود. خورد استی 15 ساله 14 ساله که تو جای افتخار است که استاد میشی سرود ملی نواخته میشه و یک همون چانس اپورچونیتی در تو میاد که در مملکت خود یک افتخارات بیاری و بازی کنید در تیم ملی خود. باور کنید که یکی از بهترین است. و ای که باز پسانا چی گپ شد مسابقه بود که شاید دو مسابقه را من فراموش نکنم. زیافی مسابقه بود که کلشان یک خاطره جالب و یک خاطره و یک چی داره در دلم که هر مسابقه از خود یک وقت داره. میفهمید؟ که اگر بگویم مسابقه فاینال 2013 مسابقه 2011 فاینال یا بگویم مسابقه هندوستان آخری که همراهشان بازی کردیم یا مسابقه هایی بود که همراه قطر، هر مسابقه از خود یک گپ است که یک خاطره و یک چی از خود داره. بله. یک حال و هوا و فضای خود داره. بله خیلی بله. و بخوایم راجع به فینال 2013 صحبت کنیم. چگونه بود قبل از شروع مسابقه، در بین دو نیمه، در پایان مسابقه؟ چه صحبت‌هایی و چه مشوره‌هایی به شما داده شد؟ قیصری صاحب خودتان شاهد هستین وقت 2011 که مسابقه را ما در فاینال باختیم. یک تیم قوی داشتیم، تیم ما خوب بود و نتوانستیم که مسابقه را به دلیلایی بود که مسابقه را باختیم، کار سرخ چیزا. و دمو بین 2 سال بسیار زحمت و قار و کل چی بچا بود که دعا میکرد کلگی که یک فاینال دیگه برابر شمراه هندوستان که همو شد. اگر از ما پرسان کنی پیش از اون مسابقه بسیار بازیکنایی بود که نتوانست
حتی در مسابقه اول دوم باشه و بازیکنایی بود که بسیار مشکلات داشت، کدام جنجال ها بود از طرف فامیل و کار چیزاش نتونست. اگر اوورال فکر کنید تیمی 2011 ما از 2013 قدر قوی تر بود. مگم 2013 باز وقتی که آمدیم مسابقه اول حتی فقیدیار نبود، حمید یوسفزی بود در گل که توانستیم. فکر کنم مسابقه اول دوم رقم بود در گروپ استیج که ما تابال شاید بگویم که اگر مسابقه اول ما در بوتان میباختیم شاید یک پنالتی را اگه خاطرم باشه یک پنالتی را بوتان از دست داد. بله امور میگم که اگر امو پنالتی را امید نمیگرفت بازی بوتان در سر ما پیش بود. اگر امو پنالتی را امید نمیگرفت و گل میزد شاید ما چانس کم میداشتیم و شاید بگویم که اگر ما در ناکاوت استیج رسیدیم از خاطر امو پنالتی که گرفتک و باز فقیدیار در مسابقه دوم سوم آمد. امو شروع از همونجا شد و بازیکنایی بود که اگر بگویی و قدر تیم قوی از 2011 که 2013 نبود، مگم امو احساسات و امو یک جای بودن بچه ها و امو چی رقم بگم امو انگیزه بود که بتانیم یک نتیجه بگیریم و نتیجه گرفتیم. تمرین ها و نیمکت و چیزا خوب بود. وقتی که ما در فکر ما مسابقه شروع شد یک گل زدیم 1-0 پیش بودیم در آف تایم دیگه زیاد گپ نبود در آف تایم همی که گل نخوریم و بازی ما پیش بود. همون رقم که از اول گفته بود که بازی را از پس شروع کنیم و بچه ها هر کس که میتونه همو هر چقدر نفس یا هر چقدر چیزی داره بده دیگه توانستیم که خوشبختانه مسابقه رو ببریم و در آف تایم دیگه گل دیگه هم دهیم و دارامی مسابقه رو ببریم دیگه. یا همون بود. بسیار خوب. اولین بازی که بازوبند رو بر بازو بستی و خاطرت هست که کپتان تیم ملی شدی؟ اولین بار در 2011 در مسابقات صف. جان؟ مسابقات صف. بله. خیلی تیم خوبی بودیم. من اگر اشتباه نکنم مسابقات صف هم با یک مساوی مقابل هند شروع کردیم و هند میزبان هم بود و در نیمه نهایی هم که نپال را بردیم. بین سالهای 2011 تا 2013 مشخص بود که تیم ملی یک مسیر رو به رشد را سپری میکنن و در نهایت نتیجهش را هم سال 2013 دیدیم. حالا میخوایم به این نکته برسیم که چه شد که نتونستیم موفقیت‌های 2013 را ادامه بدیم. این سال 2013 تیم باثباتی بود. امیری صاحب. بله آقا صاحب راست میگین. خب طبعا وقتی که تیم یک کمی بالا آمد و نتیجه خوب گرفت اما کس میخواست که در رأس از او باشه. هر کس میخواست که بیا بگویا که اوکی اینال یک تیم خوبه سال من میخوایم در دست بگیرم. اول خود شروع کنیم و 2013 وقتی قهرمان 2013 شدیم با در چالش کپ رفتیم که یک موتر تکر کرد نتیجه بگیریم و بسیار نزدیک بودیم که کوالیفای شدیم در آسیایی. مگم بعد از او که وقتی اسکلیویچ آمد کل چیز هم میخواست تغییر بده. خودتان میفهمید که یگان دم بسیار مشکل است که یک تیم و یک مملکتی که سالها در بر گرفت که در جایگاه خود رسیده او را تو بیای بیخی تغییر بدید از صفر شروع کنی و امکان نداره و اما اتفاقاتی که پیش روی آمد بچه ها بین خود یک کمی جنجال و چیزا بود که ما نمیخوام پس در وقت بریم. مگم ای که وقتی که تیم ملی ما اساسا در یک جای میرسه پس یک نفر میاد او را صفر شروع میکنه باز تا یک جای میرسه باز یک نفر دیگه میاد او را صفر شروع میکنه. باید تنها اینمی را در زیر نظر باید داشته باشیم که وقتی که یک ترنر میاد یک ترنر میگیره امور وقت و زمان دادن خوبتر از وقت بده که تا برسه در پروگرام خود و بعد از او از 2013 و بعد من نمیفهم که چند ترنر دیگه آمد و رفت و خود دیگه مشکلات ها هم بود در باران که در فدراسیون چیز آمد یک کمی نتونستیم که امور چی کنیم امو جایگاه خود نگاه کنیم. اگر خودتان خود در جریان هستیم قیصری صاحب
2005 تا 2013 رو بسیار مشکلات ها رو ما تیر کردیم در تیم ملی. حتی سعی کلا نداشت. بگویم برات مسابقات صف سال 2013 را گزارش میکردم، بعد من خیلی نکات ریز را میبینم. شما لباسی که استفاده میکردین هومل بود، ولی جرابهایی که استفاده میکردین آدیداس بود. یعنی تا این حد تیم ملی دچار شاید بحران مالی بود، نمیفهم بحران مدیریتی بود، هر چیزی که بود، و هر صورت با این شرایط رفته بودید برای مسابقات. یعنی که یک دست لباس منظم که یک برند باشه را هم نداشتین و مشخص بود که از دیگه جای جرابایتان تهیه شده. واه سخت بود، خصوصا او از آن او وقت کمی خوب شده بود. یک وقت بود ما کالای جرمنی رو میپوشیدیم، سفر که میرفتیم جنبربازای تیم ملی جرمنی رو میپوشیدیم. خدا یار یک چند نفر، من نمیفهم که سر چی بود، تیم ملی جرمنی رو ما میپوشیدیم. در میدان هوایی که میرفتیم کلی میگفت تیم ملی کجاست؟ جرمنی. میگفتیم نه افغانستان. میگفت چرا جنبربازای جرمنی رو پوشیدن؟ و حتی در تمرینی هم پیرانای جرمنی رو میپوشیدیم. ما چون خودتان هم شاید دیده باشید در دبی چند دفعه رفتیم، قیصری صاحب در اولا پیرانای سفید تیم ملی جرمنی رو میپوشیدیم. یادم هست همین سالهای 2012 و 13 بود، بعد از قهرمانی ما در جام آسیا کمی تغییرات اومد. باز مسابقه که کمی نتیجه گرفتیم، باز بالا که رفتیم، باز 2013 کمی تغییرات آمد دیگه. از خاطر مشکلات ها هست، مشکلات ها بود دیگه. دیره که بگویی که اومل میپوشید پایین آدیداس، او را من گفتن نمیتونم که چی رقم جرابا رو میرفتیم میخریدیم. خود دیگه کمی جنجالا بود. حداقل از سال 2011 آقای کارگر، اسلاون اسکلیجیچ در ادامه، پتر شگرت، اوتو فیستر. البته شما زمان پتر شگرت نبودید، زمان اسلاون هم در شروع بودید، بعد ترجیح دادید که نباشید. در ادامه انوش دستگیر، عبدالله المطیری و در همین اواخر هم آقای اشلی وستفوت. بهترین مربی که همراهش کار کردی، فنی ترین مربی که زیر نظرش بودی؟ اشلی وستفوت. تنها منه قصیر سوامی، ولی اگر خودتان از هر بازیکن تیم ملی افغانستان پرسان کنی همین گام میزنه. و چرا؟ از هر نگاه، به خاطر که پروفشنال، همون رقمی که تمرین میداد، همون رقمی که بچه ها را گفته چیزا که تریت میکرد، رقمی که همراه بچه ها بود. و باور کو ما 20 سال almost 20 سال که ما در تیم ملی، اولین بار در طول تاریخ افغانستان بین چند ماهی که اشلی وستفوت آمد، کل بازیکن‌ها تنها من کل بازیکن‌ها امی احساس داشت که اولین بار تیم ملی قدر یک جای است، قدر اتفاق و بین خوش شیشتن و هر شو در یک اتاق میشینه و قصه و مزاق و یک جای بودن. و باور کو که وقتی او میگفت که یک کار کنید، حتی یک نفر نمیگفت که چرا من این کار کنم، به خاطر اینقدر اعتبار و ترس داشت سرش. اما سیستمی که بازی میکرد اولا کمی سخت بود، کلی میگفت والا این کار بتن تا چطور کنیم، مگم اما اعتباری که کلی بچه‌ها سر از داشت وقتی کردیم همون نتیجه ما رو داد. از خاطر ما شاید من کلگی همی بگم بهترین اشلی وستفوت. خیلی زود تیم رو هم سر پا ساخت و نتایجش هم دیدیم. و چرا چنین مربی حرفه‌ای که به افغانستان آمده و پذیرفته که با تیم ملی فوتبال افغانستان کار کنه، چرا اینقدر راحت از دستش دادیم؟ چه اتفاقی افتاد که اشلی وستفوت که به نظر فعالیت در تیم ملی افغانستان هم برایش خوشایند بود، یعنی حداقل تا بازی آخر رضایت داشت، در این چند ماه چه اتفاقی افتاد که او به یک باره جدا شد و خیلی زود هم قرارداد بست با تیم دیگری در شرق آسیا؟ والا طبعا قیصری سه وقتی که نتیجه بگیری، شاید باز تیمای دیگه هست که زیر نظرش هستی. باور کن که ترینر خوبی بود. اگر از ما پرسان کنی
روزی که عکسش ما دیدم امروز هنگکنگ، اولین نفر من مسیج کردم چی کردی؟ به خاطر دمام بسیار یک شاک بود. دمام بسیار یک شاک کلان بود، به خاطری که همیشه ما گپ میزدیم، همیشه در چیز یک مشوره و چیزا میکردیم. مگم باور کنین تامیم روز صحیح به من نگفته، به خاطری که خودشان یک مسیج در گروه کرد که و بچه ها را خیال متناهی یک دفعه مسیج کرده بود که ما در مفصل در باری از این میخوایم گپ دیم، مگم حالی فعلا رو گپ زدن نمیتونم دیگه. از خاطر هیچ کس همیل خفه نداره، باور کنیم. خب چه میخواییم بکنیم؟ تجربه چی میگم؟ ما خیلی فاصله کمی داریم تا مسابقات بعدی مقدماتی ایشین کاپ و چی باید بکنیم؟ تیم چه میخواد بکنه؟ حالا مربی بعدی که میاد دوباره باید از اول شروع کنه، بازیکنان را بشناسه، دوباره با بسیار از بازیکنان باید به صورت انفرادی صحبت کنه و تیم را دوباره باید سرپا کنه، باید از نو یک تیم را بسازه، چون متاسفانه ما لیگی هم نداریم و کار مربی بعدی خیلی سخت هست. چه هست نظرت؟ آینده فوتبال ما را، تیم ملی را چطور میبینی؟ یک سوالی هست که قیصری صاحب باور کنید که ما خودم خب هر چی که زودتر عمل کنیم خوبتر میشه، به خاطری که وقتی که المتحری رفت ما در جریان نبودم، من نمیفهم چی گپ شد و اشلی وست‌وود که آمد حتی در مسابقه اول و دوم 2 روز وقت داشت که تیم ببینه. یک تمرینی که در کابل آمد کرد و یک تمرین دیگه پیش از مسابقه قطر که امروز در قطر رفتیم بازی کردیم، وقت نداشت و بازیکنایی که میخواست از خودش که میخواست در تیم باشه نبود و تقریبا چند ماه در بر گرفت که تیم خود جور کرد و امیالی ما تا ماه مارج وقت زیاد داریم. یک ویندو که در سپتامبر بود تیر شد، اکتبر هم تیر شد، به شرطی که درست استفاده کنیم. اینالی باید که هر چیز زودتر امی تیمی که امیالی داریم نام خدا خوب است، بچه ها در لیگای بالا بازی میکنه، امی یک بسته یک کور که میگم تیم است. اینالی یک مسابقه دوستانه بخیر در اکتبر در نوامبر که پیش روی گرفته و امی وادار گفته کده که نوامبر بازی میکنیم دیگه. امیدواری که بخیر نوامبر بیایه و ترنر نوه که انتخاب میکنه یا میایه کسی که میایه زودتر بیایه و دمکار خود شروع کنه که بسیار چانسی خوب داریم که بخیر در آسیایی 2027 که کوالیفای کنیم و یک نتیجه خوب بگیریم دیگه. و امیدواری هست دیگه انشالله. در همین دوره هم تا لحظات پایانی مقابل کویت خیلی نزدیک بودیم به جام ملت‌های آسیا و بله متاسفانه نشد. ما 2014 چالش کاپ نشد، 2017 و 18 باز هم نشد و همراه اوتوفیستر و انوش دستگیر. 2020 یعنی برای مسابقات 2019 مقدماتی 2023 هم همراه انوش دستگیر نشد و در این دوره هم که تا اینجا متاسفانه نتونستیم صعود کنیم. در کدام یک از این دوره ها ما نزدیکتر بودیم به جام ملت‌ها؟ همین دوره 8 دقیقه که شاید از این که ما نه کلی بچه‌ها که مسابقه بعد از مسابقه آمدیم کلگی همی دمی نظر بود که و پیش از مسابقه همی نظر بود که از این که نزدیک تا بال نرسیدیم، نزدیکترین. شاید کلگی همی را فکر میکرد دمی اول که قرعه کشی شد و 2 مسابقه اول که باختیم کلگی همی فکر میکرد که افغانستان آخرین تیم است، هیچ کدام چانس نداره. حتی من نام نمیگیریم، یک نفری هست که امیالی در خارج زندگی میکنه، مگم در رسی کدیما یک جای بوده، حتی او به من زنگ زده و مسیج میکنه میگه چانس نیست دیگه، خیر هر رقم که میشه خلاص کنین برون برای. ما گفتم تو کی گپ میزنی دیگه، امیدواری از چی باشه و باور کنید امی گپ که زد ما گفتم نه والا باید حال یک کار کنیم. وقتی که نزدیک شده بودیم حتی یک مسیج نکرد که وقتی هند بردیم یا قطر هم مساوی کردیم و حتی یک مسیج نکرد که تبریک باشه و من نمیخواستم و نمیخواست یا خوش نداشت. و دومی دیگه وقتی که
مسابقه آخر که بسیار نزدیک بودیم او باورش نمی آمد که اینقدر نزدیک هستیم و تا آخر میگفت که والا شاید نه. باز وقتی که مسابقه را باختیم از کل که اول همون مسیج کرد دیگه خوینه نشد دیگه. دوران کل تو شما اینقدر میگفتین که میشه این حال پس چهارم شدیم. حتی اگر صعود هم نکردیم در این دوره یک حس اعتماد و نزدیکی مجدد به تیم ملی شکل گرفته بود. فکر نمی کردیم حداقل خیلی راحت اشلی وست‌کوت رو از دست بدیم که متاسفانه اتفاق افتاد. خودت هم گفتی که تیم ملی و مسئولین در فدراسیون فوتبال باید هر چه زودتر تصمیم بگیرند و مسیر تیم ملی مشخص شود. و تیم ملی فوتبال ما از نظر فنی در زمان انوش دستگیر و در زمان آقای کارگر به چه صورت بود؟ ارتباطات فنی و بحثایی که میشد در داخل رختکن. خب هر سال وقتی که یک ترینر نو پیشرفت کرده میره هر چیز. در وقتی انوش هم دولاش ما نبودم خیال یک سفر دو سفر بعد از او هر سفری که امروز انوش آمدیم کل چیز خوبتر و خوبتر و خوبتر و خوبتر شد دیگه. متاسفانه که نتونستیم یک نتیجه خوب بگیریم در اند دیگه. اونمو باعثی شد که یک کمی پس تیم ملی به هم بخوره و دیگه ما تو فکر نمیکنم که تو تغییرات چی آمده باشه. چون انوش در زمانی که سرمربی تیم ملی بود یک اصطلاح داشت به نام trust the process و خیلی مطمئن صحبت میکرد از صعود ما به جام ملت‌ها. چه اتفاقاتی افتاد که نتونستیم صعود کنیم؟ قیصری صاحب در فکرم در وقت یک است که زیافی آلی رو من میگم به خاطری که آل خوبتر از یکم زودتر است. وقتی اشلی وست‌کوت آمد یک قانون جور کرد که هیچ کدام عکسی تیم ملی و هیچ کدام خبر چی بیرون نمیبره و بسیار سوالا و بسیار مردم ها بسیار گبای زد که تیم ملی از اینه است و از مردم و چیزاست. مگم او دمو گپ خود استاد شد، دمو چیزی که میخواست بکنه دمو عمل کرد. دمو 2 ماه یا 3 ماه چند ماه بود من نمیفهم که هر دفعه ترینینگ کمپ و چیزام کردیم هیچ کدام خبر نامد. یک چند خبرهایی که از چند طرف رفت مگم او دمو پلان و کل چیز خود استاد بود، عمل کرد، رفت، نتیجه گرفت، کس کدام سوال نتونست. متوجه هستی؟ و انوش هم که وقتی که گفت از پروسس او دم سیستم پیش بود، روان بود، کل چیز خوب بود. مگم یگان دفعه میگه تو سون یگان دفعه بسیار زود میبرید نه. شاید اگر بگید تجربه و چیزای انوش یک کمی کمتر بود نسبت به دیگه که اگر انوش اینالی شاید 1-2 سال بعد یا 3 سال بعدی که در یک لیگ برتر یا چند جای دیگه تمرین اینال اگر میامد شاید امو یک نتیجه خوب میگیریم. و در وقت از چند مسابقات کردیم که نتیجه نگرفتیم مردم از خاطر کمی برخورد از اینکه تجربه در یگان دفعه تجربه خوب است دیگه. ما این فکر میکنم در وقت انوش شاید زودتر در زو هم اپورتونیتی آمد و تا تو زمان بسیار خوب کنترل کل چیز خوب کرده بود. مگم at the end of the day راست که اگر تو خود نتیجه نگیری یا تیم نتیجه نگیره حتی که بهترین ترینر هم خوبترین بازیکنان باشی مردم سوال کوشن و چیزا سو میکنه دیگه. از خاطر روی یکم مشکلات بود در وقت وست‌کوت. مشکلاتی بگویی شاید از یک مشکلات زیاد در طول تاریخ افغانستان نبوده باشه. بازیکنان در اختیارش دیگه مشکلاتی عمده نمی بود. تیمای قوی امروز ما مسابقه داشت. مگم او آمد از روز اول هم قوانین خودشان دم رول گفت یعنی رولی ماست هر کس فالو میکنه نمیکنه برای دیگه. از اون خاطر شاید موفق بوده باشه از کده. خیلی زود منوش دستگیر موافق هستم امروز که خیلی زود به تیم ملی رسید به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال و یک نقدی هم که همیشه برایش وارد بود. حالا انشالله بتونیم همراه خودش هم صحبت کنیم. این فضایی بود که با خبرنگاران و رسانه‌های اجتماعی برقرار کرده بود و خیلی درگیر مدیا بود، خیلی درگیر سوشال مدیا بود و کاری که
شاید اگر حالا به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال فعالیت میکرد شاید کمترش میکرد. خب به هر صورت بگذاریم. چند بازی ملی داری؟ مسابقه قطر تقریبا 73 بوده. 73 بازی ملی و اسلام الدین امیری با 73 بازی ملی رکورد داره. بیشترین بازی ملی هم هست برای تیم ملی فوتبال افغانستان و طولانی ترین مدت زمان حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان رو هم تجربه کرده و با بازیکنان و نسل‌های مختلفی هم فعالیت داشته، چه نسل‌هایی که قبل از او بودند و اواخر دوران فوتبالشان بود و اسلام الدین تازه کار آغاز کرده بود، در ادامه نسل‌های 2011 و 2013 و چند نسل دیگر. بهترین نسل تیم ملی به نظر چه نسلی بوده؟ زیاد دور نمیریم قیصری صاحب. اگر بگوییم بهترین نسل همین نسل فعلی، همین فعلی. و با انگیزه ترین نسل 2013 و عالی. مگم اگر از ما بگویی بازم من عالی رو میگم به خاطری که امو انگیزه و امو چی میگم امو گشنگی یعنی که هنگر که هست در بچه ها عالی دیده میشه و دمی چند سفری که یک جای بودیم و ما کارشان زیاد نزدیک بودم و در سفرهای دیگه که میرفتی 4-5 نفر یک طرف، 5-6 نفر یک طرف، کلانا یک طرف، مگم دمی چند سفری که کدازی هستیم یک جا هستیم کلی ما 24 ساعت تمرین میریم و تمرین خدام شیم، جلسه خدام شیم، کلی ما در اتاق جمع میشیم. اما عالی که من امو انگیزه ترین و بگویم بهترین عالی است. باور کنید. منظور قیصری صاحب چند دفعه ببخشید گفتم گفتم ما چند دفعه مصاحبه کردم هر کس کردم گفتم ای کاشی که یک چانس یک اپورتونتی میداد دمی کسایی که همیشه میامد کلشان میامد از نزدیک میشش سعی میکرد که تیم ملی ما چقدر تغییر کرده از هر نگاه بگویید. و بهترین بازیکنی که کنارش بازی کردی، حالا میتونه جزو بازیکنان داخلی ما باشه، بازیکنان ملی باشه، بازیکنان خارجی در باشگاهایی که حضور داشتی؟ بهترین بازیکنی که همراهش بودم و بازی کردم روبرت پرس، اندره سانتوس. روبرت پرس فرانسوی و اندره سانتوس هر دوش هم تیمی بودم رایم همون دو نفر. بعد از تیم ملی میخوای بگی؟ و مقابل کسی که بازی کردم اگه اورم پرسان کنی دیل پیرو بسیار سخت بود یا انیلکا که در مقابلش بازی کردم. تیم ملی افغانستان حالا از تیم ملی افغانستان زیاد بازیکنایی بود که والا قیصری صاحب یک روز قصه کنم بله اگه وقت داره برنامه. بله. در افغانستان رفتم تقریبا یک آرشیف واس کرد عکسای خورترای بازیکن‌ها بود در 2005 تا 9 که هر چقدر بازیکنی آمده تقریبا ما 2620 چند دانه را شمار کردیم که بازیکن‌ها آمد و رفت دیگه. از آن پسانایش 1-2-3 سال پسانه شمار نکردیم تقریبا تا شاید 3000 بازیکن دیگه. بسیار مشکل است که بگویم. رضای تبر یکی از بهترین ها بود رو باور کن راستی که یکی از بهترین ها. اگر از فعلا بگوییم راستی کلشان نام خدا شریف محمد، رحمت، زلفی، توفیق، مصور، بچه ها جوان ها. بله بازیکنان فعلی ما فکر میکنم حرفه‌ای‌تر زندگی میکنند و بله و مشاهده فوتبال حرفه‌ای آشناتر هستند. بله نام کلشان شاید بگویم بخاطر یک دمی خصوصا دمی بین چند ماه قد نزدیک شدیم و کلشان نزدیک شناختیم، کلشان بیخی صحیح نزدیک و فهمیده میشه که چقدر کوشش و زحمت چی میکشه و کلشان اگر بگویی یکی از بهترین امیالی کلشان است. پورا تیم ما شاید نام بگیرم حتی یک تاشم نمانم که بگویم یکی از بهترین ها کلشان. مدیریت کارگر صاحب رو چگونه بررسی میکنی و میبینی حالا به عنوان یک بازیکن؟ باز ما از این سوال میایم قیصری صاحب که ما تقریبا
از وقتی که رئیس شد شاید یک 3 دفعه همراهش گپ زده باشم و در این مدت چند ماهی که ما نزدیک بودم همراه فوتبال و در فوتبال بازی کردیم. از این پیش ما قدر گپ نمیزدم درباره هرچی عالی. تا فعلا خود در تیم ملی کدام مشکلات نامده و از این بعد من نمیفهمم شاید. بله. و امیر صاحب شما در کنار اشلی وست‌وود به عنوان کمک مربی هم همکاری داشتی؟ نه خیر. من یک بازیکن بودم. باور کنید قیصری صاحب که ما هیچ کدام تصمیم و کدام چیزا از طرف ما نبود. کلش خودش میکرد. تنها چیزی که ما کدش کمک کردم وقتی که سفر اول بودم راه قطر کویت، حتی ما بازیکن افغانستان زیادشان نمیشناختیم و بازیکنای نبود که اوقات انگلیسی و چیزا یاد داشته باشه. ما کمی امراشون کمک میکردم مگم دیگه در حساب دیگه چیزا نخیر نه کی در فیلد بازی باشه کی بازی کنه کی در تیم باشه نخیر نه. بسیار خوب. اسلام الدین امیری نزدیک به 20 سال شد که در سطح اول فوتبال افغانستان هست. تجربیات بسیار زیادی داشت، در روزهای پرفراز و نشیبی را سپری کرده. از این که فوتبال را انتخاب کردی و از این مسیری که آمدی آیا رضایت داری؟ برات خوشایند هست؟ 100% قیصری صاحب یکی از بهترین تصمیم‌ها، یکی از بهترین، ما باید بگم خوش نصیب ترین نفرایی شاید باشم که یک چانس به ما آمد که ما اما عشق وطن یک افتخارات در وطن خود بیارم و بازی کنم در تیم ملی خود و یک نتیجه بیارم در تیم ملی خود و ما باور کنم که بسیار بسیار خوشحال هستم و همیشه می دعا میکنم که هر کس در امید و ارمان خود برسه و هم یک چانس برشان بیایه که یک روز استاد شود در هر جای هم سرود ملی نواخته شود و نتیجه خوب بیاره و یک لبخند روی مردم خود بیاره. ما تقریبا 6 گل ملی دارم که شاید در حساب گل زنام شاید در بین 4می و 5می بازیکن باشه. یک گلت به بوتان بود که از وسط زمین زدی. یک دانه بوتان یکی به من بازیار گزارش میکردم یک بازی مقابل اردن بود که با ضربه سر زدی در دوشنبه تاجیکستان. دیگاهش خودت بود. یک دانه سریلانکا، یک دانه، 2 دانه بوتان، یک دانه ترکمنستان، یک دانه اردن، یک دانه دیگه هم کویت. بله بسیار خوب. و یک دانه هنگ کنگ که 7 گل میشه قیصری صاحب. پورا در مسابقه المپیک 2023 المپیک 23 سال در کره زدم که 7 گل. بسیار خوب. بله گلت به ترکمنستان و بردی هم که مقابل ترکمنستان داشتیم فکر می‌کنم از بازی‌های بیاد ماندنی فوتبال ما هست، چون ترکمنستان را نبرده بودیم. سنگین‌ترین شکست ما هم مقابل ترکمنستان بود و 3-1 شکست دادیم در کشور مالدیو در رقابت‌های چالش کپ. و سپاس از اینکه فرصت دادی تا با خودت صحبت کردیم. میشه برای ساعت‌های زیادی ادامه داد و راجع به خیلی از مسائل گفتگو کرد. اگر خاطره‌ای، حرفی و نکته‌ای از این دوران 20 ساله حضور در تیم ملی مانده که تا حالا جایی نگفتی میشه که برای ما بگی. اول خود تشکر قیصری صاحب که ما را دعوت کرد در برنامه‌تان. خاطره تو چی نداریم مگم بهترین خاطره اگر بگویی هم 2000 چند بود که چالش کپ بودیم قیصری صاحب خودتان هم امرای ما بودیم تکر کرد در می 2014 بود. 2014 بود خودتان هم بودید بس کنیم ما یک جای شده بودیم نه؟ نه من نبودم، من نشد بیایم. من اولین سفری که با راستی علی کاظمی بود. ببخشید بله کاظمی صاحب بود. من بازی‌ها رو از کابل گزارش می‌کردم. مگم از طلوع یک نفر بودک از طلوع از تیم نیوز ما بود، از طلوع نیوز بود. بله در فکر ما بله یک یانمو بود که او شو هیچ وقت فراموش نمیشه. ما گفتیم که
موتا تکر کرد کلگی اضافی نفرها متوجه که نبود فکر کرد در مالدیف همین تیاری شده گفت دیگه همو دیگه بیخی کلی مادک زده خراب کرد مگم یا دیگه خاطرهای جواب از قصه شو اگه بگویم جواب وقت برنامه تنه میگیره دیگه همی که خوب خاطره بود اما خصوصا امراه خودتون زیاد خاطره دارم. اولین سفری که ما و شما داشتیم سال 2014 بود انگلیس، رفتیم بازی انگلستان و نروژ را دیدیم. بله. که وین رونی هم گل زد در ویمبلی. بعد رفتیم ورزشگاه اولترافورد، ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی هم ما رفتیم. خودت رفتی ولی یک تحفه میدادن از باشگاه منچستر سیتی، یادم است که تحفه رو قبول نکردی، نگرفتی. تحفه خاصی نمیدادن، شال گردن میدادن برای کسانی که آمده بودن. سال مسابقهش هم مست گاله. بله منچستر یونایتد هم روزای خوبی رو سپری نمیکنه و شرایطش خوب نیست. امیدوارم که این مربی رو بکشن اسلام جان. تنهاخه امیدوار هستیم دیگه که مسابقه امروز بود اولین دفعه است که من خوش از این مسابقه امروز بود که میتونم نمیکشم. سپاس قربانتان قصه صاحب خوشحال شدم. تشکر. سلامت باشی. سپاس اسلام الدین امیری عزیز، بازیکن ملی پوش و پر افتخار و با سابقه تیم ملی فوتبال افغانستان، و سپاس از شما که این گفتگوی ویژه دید. گفتگو جذابی بود، دلچسب بود، در رابطه با بسیاری از نکاتی که تا حالا جایی گفته نشده بود تلاش کردیم صحبت کنیم با اسلام الدین امیری و امیدوارم شما لذت برده باشید و استفاده کافی را برده باشید. به اتفاق اسلام الدین امیری تا برنامه دیگر، دیدار دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. روز روزگار بخیر.